این شاگرد این بچه که عدد تکا باید برسی تکا دیگه شامش این میزایده بیا. یعقوب تعریف دارد که چطور چاروا شد. این ساکنی 21 ساله دهه قزلیالدوز ناحیه باختر اول کفش دوزی آموخت و از حساب پول این کسب به مبلغ 130 سامانی یک بوز خرید. 9 تای دیگر که این حل را پر کردند از نسل آن بوز و در دوام 2 سال چارواداری یعقوب به دنیا آمدند. نقشه دارم که این بزرگ زیاد کنم استا برای کی بسیار شود در کار میشه وقت میده استا اینو فروختم یاد شنی را شکاتو کردم کشقار داشتم فروختم این خونه را سمین خریدم خم خریدم سمین این تریزا دار پار خریدم شکاتو کردم و دینا که با سفید شوید نموز. یعقوب تا صنف 3 در مکتب خواند و همرنگ دیگر کودکان ده زندگی معمولی داشت ولی به تدریج پایهایش فلج شدند. حالا 200 سامانی نفقه معیوبی میگیرد. ما هنر خودش دوره دستش میوید نه که قوتی اون کار کردن نداره. تعمیرش هم دوره همش دوره. خودش همی که بوی نمی امو آتش هم خودش بوی شروع میتر طریق کارو را با خودش شروع میتر. همه هنر دوره خداوند کرد. همه خیلی شده. او تا این وقت تمامی کارها را با دست انجام میداد اما درد فلج روز به روز به قولش از قوت دستانش میکاهد. دیگر عرابه خود را مستقلانه حرکت دادن نمیتواند و برای بوزها هم علف نمیدرود. اما هنوز هم فکری تنظیمی زندگیش را دارد. اگر میگم من جوری تاویس کنم اوغلی دروز کنم همه هیلده بیر بیستاده در همه هیلده میستون توی زمستون این خونه ده خونه دروز ده هم دم سول نصیب کنم میگه بکنم میگه اوغل کنم میگم جدی سه زمستون تویستون باید بزندگی میکنیم عوض بسرطان میشه سمشه نمی بر میفروشه 400 سوم 500 سوم 300 200 هم خیلی میفروشیش میره در کارش پل نمی مرغان این هم میفروشیم در کارش 25 می 15 کسی اومد میفروشه اونه استا پل در کارش میفروشیش همه هم خیلی نگاه میکنم یک گوسپند 1000 سوم فروختم. یعقوب حالا در پی جمع کردن سرمایه است. میخواهد عرابه برقی داشته باشد که حرکتش آسانتر شود و محتاج کمک کسی دیگر نباشد. با این نمیتونم رفته دستو نمیشه و های کده. با این یه جو رفته نمیشه و همی اگون کس بیوی های کنمی برای های نکنه هم خونه دیم فقط. افزودن شماره بوزها، ساختن عاقل کلان، شماره مرغ‌ها را زیاد کردن، این همه تلاش‌های یک جوان 21 ساله است که با وجود معلول بودن نمی‌خواهد زمام زندگی بعدیش را از دست بدهد.